با دوره فیتنس فور سرویس جلسه سوم. آخرین بحثی که بود دوستان خب سوالات عمیقی پرسیدن، سوالات چالشی بود، این که در واقع چگونه NDT انتخاب کنیم و شرایط NDT و اینا الی آخر باشه رو هم در نظر گرفتیم، بحث کردیم. خیلیش قضاوت مهندسی هستش، چند تا استاندارد از جمله آرتیکل 312 PCC تو اپندیکسش رو بهش اشاره کردیم. فصل 3 شکست تور بود. فصل 4 کایز خامت یک نواخت بود که دو روش داشت، DTR داشت و CTP داشت، یعنی خطی و مشبندی داشت. فصل 5 کایز خامت موضعی لوکال متال لاس بود که یا لوکال تین ایریا داشتی یا چی داشتی، یا گروو لایک فلو داشت که خود گروو لایک فلو هم دو حالت داره، یا گروو لایک فلو یا شبه شیاره یا شبه ترک، یعنی یا فصل 5 یا فصل 9 براش کار خواهد کرد. خب این هم نمونه عیوب در واقع یکی احتمالاً میشه شبه ترک دوستان، حالا شبه ترک بلد میشه، یکی میشه در واقع شبه شیار خواهد شد. حالا توی در واقع استاندارد توی فصل 5 گاهن شما ممکن هست در واقع نتورک یا شبکه‌ای از کاهش خامت ها رو کنار هم دیگه داشته باشید که حالا کار خواهیم کرد فردا. قانون 2S و 2C هستش دیگه دوستان دیگه. اوکی، شبه ترک، یکی شبه شیار. اوکی مرسی بایوزی. شبه ترک شبه شیار، مرسی، حواسم نبود. شبه ترک و شبه شیار. خب GLF و حالا داو یکم که CLF کرک لایک فلو دیگه. فصل ششم استاندارد. فصل ششم استاندارد در مورد ارزیابی خوردگی حفره‌ای هستش دوستان. ارزیابی خوردگی حفره‌ای که انجام میده به این صورت هستش که ببینید به چند